سلام دوستا، خوش آمدید. یک ویدیو جدید با بار 68 تونی برای وسایل ساخت و ساز جاده است به نظریم. دوستا با یلکای خود میخوایم این بار ببریم و مقصد 400 کیلومتر است به نظرم. 400 کیلومتر میریم به مقصد. البته در مسیر را پاوزه داریم، وقفه داریم، بدون کدام رفت و برگشت باید وقفه بدیم، دیگه از وقت دیرتر یا زودتر برسیم باز جریمه داریم. یکی همونطور میبینین تازه دیگه راه افتادیم بخیره که بریم ببینیم چی میشه. با این بار 63 تونی این ماشین دیگه در بغل چی کار میکرد؟ واقعا سخت آدم سمت جاده های خمپیش بریم. خدا کنه جاده صاف باشه که چطوری جاده بیایه. میریم میبینیم دیگه ادامه ویدیو رو. ساخت ساز زیاد شده، کلن وسایل ساخت ساز در مسیر هرچی میبینی جرثقیل و بگه و نمیفهم، یعنی کابل گلاس فازا میراسته. در جرمنی گلاس فازا است، از او خاطر کابل مابل زیاده و از این بگه میگندهش، از اونا لازم میشه. باید کار کنن دیگه. یک تیل هم بزنیم که نزنیم مشون، بزنیم همینجا یک تیل بزنیم، تیل بزنیم باز